سلام. چیزی شده؟ نه بابا، من از این زخما زیاد خوردم، چیزی نیست. چه زخمی؟ خنجر رفیق. درست مثل خودم. یعنی تو هم از رفیقت خنجر خوردی؟ آره خب. نمیدونم چرا تو جامعه یه جوری جا افتاده که انگار رفاقت فقط واسه پسراست. والا به خدا دخترها هم اگه بخوان تو رفاقت واسه دخترها جون میدن. والا من نمیدونستم دخترام مثل پسرا رفاقت حالشونه. حالم بد بود اینو گفتی بیشتر عاشقت شدم. بریم به حساب من یه بستنی بخوریم. بفرمایید. آره همون چی داشتم میگفتم، بابام یه دونه کارخونه بستنی سازی داره، یه دونه کارخونه نوشابه سازی داره. چه خوب. اتفاقا پدر منم تو کار واردات صادراته. واو، واردات؟ واردات. فرش و پسته صادر میکنن، غیر وارد میکنن. غیر رو کجا وارد میکنه؟ وارد جایی نمیکنن، وارد میکنن برای فروش. خیلی هم عالی. میگم پاشون بریم حساب کنیم. میگم اگه اجازه بدی من حساب کنم. خواهش میکنم. با یه جنتلمن اومدی بیرون. یه جنتلمن دیت اول اصلا نمیذاره خانم دست به جیب بشه. قابلتون هم نداره. قربونت برم. میگم من مدارکم فکر کنم تو مازراتی بابا جا مونده. منم که کارتمو نیاوردم. 2 تا بچه پولداری که باباتون نصف ایرانو میخره 100 تومن موجودی ندارید؟